پاسخگویی طالبان در مورد کشتار اسیران. وزارت دفاع طالبان میگوید که اگر اسیران در پنجشیر تیرباران شده باشند، عاملان آن به پنجه قانون سپرده خواهند شد. خواست جبهه مقاومت از نهادهای جهانی به ساحاتی که طالبان جنایت کردند تیم حقیقت یاب اعزام شود. موج اعتراضات بر جان باختن یک دختر جوان ایرانی پس از شکنجه از سوی نیروهای گشت ارشاد. معترضان در مراسم خاکسپاری مهسا امینی در ایران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. و نخستین مرد هندی در میان 3 ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفت. گاتام آدانی دومین فرد ثروتمند جهان شد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است که در مورد تازه یا سابقه بودن نوارهای تصویری نشر شده از ولایت پنجشیر به گونه جدی تحقیقات و بررسی جریان دارد. آقای خوارزمی امروز سه‌شنبه 26 سنبله با نشر توییت نگاشته است: از چند روز بدین سو ویدیوهای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که گویا مجاهدین در پنجشیر اسیران جنگی را کشته باشد. البته درباره اینکه ویدیوها تازه است و یا سابقه مربوط پنجشیر می شود یا خیر به گونه جدی تحقیقات و بررسی جریان دارد. او افزوده است بعد از بررسی ها و تحقیقات اگر ثابت شد این ویدیوها تازه است و مربوط پنجشیر، آنهایی که اسیران را به تیر بستند حتما دستگیر کرده و پنجه قانون خواهیم سپرد. این در حال است که بر بنیاد گزارش ها با شدت گرفتن درگیری ها میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر، جنگجویان طالب دست به بازداشت، شکنجه و کشتار اسیران جنگی و غیر نظامیان زدند. با دنبال انتقادهای جهانی از برخورد طالبان با اسیران جنگی، جبهه مقاومت ملی خواستار اعزام تیم‌های حقیقتیاب به ساحات شده که به گفته این جبهه طالبان در آن مرتکب جنایت شدند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی پس از چاشت روز شنبه 26 سنبله در رشته توییت‌های گفته که نهادهای حقوق بشری در پاسخ به جنایت‌هایی که طالبان انجام دادند به بیانیه توییت و پست‌های فیسبوکی بسنده کردند. آقای احمدی با برجسته کردن آدرس نهادها و سازمان‌های حقوق بشری در توییت‌هایش از آنان خواسته است که به تعهدات اخلاقی خویش پابند بمانند. سخنگوی جبهه مقاومت از نهادهای حقوق بشری به ویژه سازمان‌های مرتبط با سازمان ملل خواسته است که تیم‌های حقیقتیاب خود را به ولایت‌های پنجشیر، بغلان و تخار بفرستند. بر بنیاد یافته‌های آماج نیوز، طالبان در نبردهای در روز اخیر در پنجشیر بیش از 50 اسیر جنگی جبهه مقاومت ملی را در دادگاه‌های صحرایی تیرباران کردند. هزاران تن از شهروندان ایران در مراسم خاکسپاری مهسا امینی اشتراک کردند و علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شعار دادند. مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی که برای تفریح با برادر و دختر خاله‌اش به پایتخت ایران رفته بود، 4 روز پیش از سوی نیروهای گشت ارشاد این کشور بازداشت شد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که ماموران گشت ارشاد هنگام بازداشت مهسا نحوه پوشش حجابش را علت بازداشت او عنوان کردند. بر بنیاد معلومات نشر شده، مهسا ساعت پس از بازداشت از مرکز نظامی نیروهای امنیتی با آمبولانس به شفاخانه منتقل شده و دکتران تکلیف او را ایست قلبی و مغزی بیان کردند. مهسا پس از 3 روز بستری در شفاخانه جان داد و پیکرش برای خاکسپاری به زادگاهش در سقز کردستان منتقل شده است. مرگ مهسا امینی در پی بازداشت نیروی گشت ارشاد موج از واکنش‌های شهروندان ایران را در پی داشته است. هزاران شهروند ایران در مراسم خاکسپاری مهسا شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. گفتنی است که دولت ایران با تشکیل نیروی گشت ارشاد محدودیت‌های فراوان روی نحوه پوشش زنان در اجتماع وضع کرده است. بر اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، گاتام آدانی غول تجارتی هند با ثروت تخمینی 146.8 میلیارد دلار دومین فرد ثروتمند جهان شد و جف بزوس بنیانگذار آمازون را به رتبه سوم رساند. آدانی اولین فرد از آسیا است که در 3 رتبه اول این شاخص قرار می‌گیرد. ایلان ماسک فرد شماره 1 این فهرست است. آدانی ماه گذشته فرد شماره 3 در شاخص میلیاردرهای بلومبرگ بود. بنیانگذار و رئیس شرکت گروه صنعتی آدانی در هند در سال جاری شاهد رشد قابل توجه و سریع ثروت خود بوده و از تاجر هندی موکیش امبانی، بیل گیتس و وارن بافت در این شاخص پیشی گرفته است. بلومبرگ گزارش داد که غول تجارت هند سال 2022 را در رتبه 14 این رتبه بندی آغاز کرد و تنها چند ماه طول کشید تا به رتبه دوم برسد. بلومبرگ دریافت که آدانی تنها در سال جاری 60.9 میلیارد دلار به دارایی خود اضافه کرده است، در حالی که سایر سرمایه‌گذاران پول خود را از دست دادند.
ثروت جف بزوس بنیانگذار آمازون روز سه‌شنبه به دلیل افت سهام آمازون کاهش یافت و آدانی دومین مرد ثروتمند جهان شد. آدانی که تحصیلات دانشگاهی را رها کرده ثروت خود را از صنعت زغالسنگ به دست آورد. او در صنایع مانند انرژی، معدن، فرودگاه‌ها و صنایع دفاعی سرمایه‌گذاری‌های هنگفته کرده است. به گفته بلومبرگ، آدانی با انتقاد طرفداران محیط زیست مواجه شده است، اما سال گذشته 70 میلیارد دلار برای انرژی ثبت متحد شد که گروه آدانی را به بزرگترین تولید کننده انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان تبدیل می‌کند.